از این پاپیون جذاب برای تزیین اکثر کارات میتونی استفاده کنی. پس بریم ببافیمش. ابتدا یه گره میزنیم و حالا 15 تا زنجیره میبافیم. این بار از پایین میشماریم و داخل زنجیره پنجم بست میزنیم. دوباره 10 تا زنجیره دیگه میبافیم و باز داخل همون زنجیره‌ای که بست اولمون رو زدیم بستمون رو میزنیم و این بار 6 تا زنجیره میبافیم. نخ اضافی رو کات میکنیم و کاملا زیر بافتمون مخفی میکنیم.